دریک پرینس، نان روزانه، 365 روز عبادت. عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم. نجات کامل. تولد تازه تجربه ای است بسیار خاص و مهم و تا زمانی که تولد تازه نیابید نمی توانید ملکوت خداوند را ببینید و وارد آن شوید. برای مثال یوحنا باب 3 آیه 3 تا 5 را مطالعه کنید. این تجربه مخصوص یک زمان خاص نیست، بلکه فرایندی است دائمی و همیشگی. یکی از قسمت‌های نجات تعمید است. نمیخواهم باعث بحث و مجادله شوم، اما شما می توانید بدون اینکه تعمید داشته باشید تولد تازه را دریافت کنید. اگر میخواهید نجات را دریافت کنید، تعمید یکی از کلیدهای اصلی این فرایند است. هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت، اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. مرقس باب 16 آیه 16. نجات مفهومی فراتر از آماده سازی نفستان برای آسمان است. شخصی میگوید مفهوم انجیلی نجات از پیش بسته‌بندی نمودن نفستان برای آسمان است. تا حدی ممکن است این سخن درست باشد، اما نجات شامل مفاهیمی بسیار وسیع‌تر از این است. میخواهم قسمتی از عهد جدید را که در آن نویسنده از کلمه نجات که در یونانی سوزو گرفته می شود استفاده کنم. وقتی که به این کلمه در کلام خدا نگاه می کنیم به ما ایده ای از مفهوم نجات ارائه می دهد. کتاب متی درباره خدمات عیسی به بیماران چنین می نویسد: مردمان آنجا عیسی را شناختند و کسانی را به تمامی آن نواحی فرستاده بیماران را نزدش آوردند. آنها از او تمنا می کردند اجازه دهد تا فقط گوشه ردایش را لمس کنند و هر که لمس می کرد شفا می یافت. متی باب 14 آیه 35 تا 36. فعلی که در ترجمه تحت لفظی برای شفا یافتن استفاده شده صحت کامل است. واژه یونانی سوزو به همراه کلمه کامل آمده است. نجات کامل در واقع به معنای شفای کامل هم هست. این متن تنها درباره شرایط باطنی فرد سخن نمیگوید، بلکه درباره افرادی سخن میگوید که مریض هستند و هر که عیسی آنها را لمس مینمود کاملا نجات میافتند. نجات شما چقدر کامل است؟ عیسی جان، برای کار تو برای صلیب متشکرم. اعلام میکنم که من کاملا نجات یافتم و صحت کامل دارم و عیسی برای من مجروح شد تا من شفا یابم. آمین. فراموش نکنید که کانال ما را دنبال کنید و این ویدیو را لایک کنید تا برادران و خواهران ما نیز نان روزانه خود را دریافت کنند و برکت بیابند. با حمایت شما نه تنها از ما پشتیبانی می شود، بلکه کسانی که با ما عضوی از بدن مسیح هستند نیز قوت می گیرند. سپاسگزاریم و دعا می کنیم که خدا شما را به فراوانی برکت دهد.